شاه بود و کارهایش سخت کشورساز بود. شاه خیلی ناز بود، عاشق فن بیان بود و سخن پرداز بود. شاه خیلی ناز بود، هر زمان بیگانه از او خواست چیزی را به خشم، شاه میفرمود چشم. دست او کلن برای بذل و بخشش باز بود. شاه خیلی ناز بود، با وجود اینکه خیلی سخت خدمت دوست داشت، استراحت دوست داشت. گاه با کلی طلا آماده پرواز بود. شاه پرسشم از این دو ملک حرف شاهان از بر است. شاه گفته اقتصاد مال خر است. شاه فاسد بود حرفی نیست، از کشور گریخت. پهلوی دیگر که نیست، پس چگونه آن دکل دزدیدن و جایش تر است. شاه گفته اقتصاد مال خر است. کل دریا دست چین و کل خشکی دست روس، جای پولش داد بوس. زین سبب هم پول ما در کل دنیا آخر است. شاه گفته اقتصاد مال خر است. شاه رفت و باج دادنهاش هم از بین رفت. بازگشت شیر نفت، لوله هایش در یمن اما به جای کشور است. شاه گفته اقتصاد مال خر است. چاپلوسی و غزل گشته است آب و نانتان، باد زهر مارتان، گرچه میدانم که گوشت از چنین حرفی کر است. شاه گفته اقتصاد مال خر است.